گزارش میکنه فلانی نفر مانع حجاب شدم. آفرین، بسیار خوب کار کردی. اوسو کردم چادرش و همه چیز شده، در دلش وسوسه های را انداختم که علی دختر خالد، علی بچه دختر عمید، علی فلانی قوم، علی فلانی، تا بالاخره شبهات در قلب از جای گرفت و گفت که من اینمی عمل اسلامی رو نمیکنم. از این خاطر وقتی ما و شما در هر عمل اسلامی وقتی که تصمیم میگیریم بگویم که یا الله من اینمی تصمیم دارم، تو برای من توفیق نصیب بکن، تو برای من توفیق نصیب بکن. چرا که اگر انسان هر قدر کوشش بکنه توفیق الهی برش نباشه نمیتونه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیتونین که یک چیز را بخواین مگر آنچه که الله براتون میخواد. پس شما اول دست دعا به بارگاه الله، قلبتان بر الله تسلیم بکنید. یا الله من کلمه را خواندم، در این کلمه شرط است، باید تو علم داشته باشم که در مقابل از در باری کلمه جهل نداشته باشم. خب این شرط الحمدلله. یقین ما باید یقینی باشه که در او هیچ شک نباشه. بنابراین من به وجود خالق متعال الحمدلله شک ندارم، در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ شک ندارم. اگر یک کسی میگه که والا امی رسول الله صلی الله علیه و سلم 11 تا همسر داشت، بله در وقت رسول الله هم پانتون نبود. امیال کل داد و فقان نیست که دخترها باید درس بخوانند، زنها باید درس بخوانند. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین خانه خود باید یک پانتون داشته باشه، استادایی را تربیت بکنه که تا اونا برای دیگرها، برای جامعه برای مردم درس بده و تعلیم بدن. خب برای مردها هستن، برای زنها چطور کنن؟ و پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید یک تعداد خانم هایی باشه. از این خاطر خانم 60 ساله، 55 ساله، 50 ساله به هر صورت بدون در نظر داشت سن رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا را محرمش باید بسازن به حکم الله. الله برش میگه یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک، این خانم های 11 تو را ما برای تو حلال گرداندیم، این کار تو نیست. اینو اگر کسی در این قسمت اعتراض داره، اعتراض در حکم الله داره. اعتراض در حکم الله و قبول نکردن یک آیت قرآن منجر میشه که خود از او انسان از دایره دین و ایمان برای و کافر شود. الله میگه که این ما برات حلال ساختیم، این دل کار تو نیست. کسی که تو این به نسبت میده که پیغمبر کرده، پیغمبر نکرده، الله برش حکم کرده یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک. و برای ما و شما مردهای مسلمان مثلا گفته که فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. شما میتونین 2 همسر بگیرین، 3 همسر بگیرین، 4 همسر بگیرین. اگر عدالت کردن نمیتونستین و توانایی مادی و مالی و معنوی و جسمی و امکانات نداشتین، فواحده، یک همسر داشته باشین. از طرف کی این میشه؟ از طرف الله. و ما بنده های الله چی میکنیم؟ میگیم یقینه که در او هیچ شک نباشه، ای که الله متعال بر ما این احکام داده. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم الله برش میگه که اینی همسرای بیوره، اینی همسرا را ایره اینا را بگی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوا، و رسول الله از خواسته های نفسی و از خواهشات خود گپ نمیزنه. ان هو الا وحی یوحى. پس ما باید عقیده داشته باشیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم الله را تطبیق میکنه. وقتی که الله برش حلال میکنه کار الله هست، ما سر از او اعتراض نمیکنیم. اما حکمت های از او را هزارها حکمت داره، ما 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تاش میفهمیم، 995 حکمت دیگه از او را نمیفهمیم. و روز به روز انسان وقتی که علوم پیشرفته تر شده میره، انسان حکمت های بسیاری از مسائل تشریعی را درک میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین خانه خود یک یونیورسیتی را افتتاح میکنه، یک پوهنتون، یک دانشگاه را ایجاد میکنه که استادای از او، پروفیسورهای از او کی هست؟ بیبی عایشه صدیقه، کی هست؟ ام سلمه رضی الله عنها، کی هست؟ جویریه رضی الله عنها، کی هست؟ زینب رضی الله عنها. پروفیسورایی هستن، استادایی هستن که دیگر خانم ها و دیگرها وقتی که میان از پیش از اینا درس میگیرن. و امی بیبی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به اندازه سطح علمی و دانشش از رتبه پوهاند و پروفیسور و مفتی و فقیه به این اندازه بلند میشه که بزرگترین صحابه میان و در مشکلات از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سوال میکنن و استفتاء میکنن که در این راستا حکم شریعت چی هست. اینی هست ارزشمندی یک زن در جامعه
اسلامی واقعی، جامعه اسلامی واقعی که به اساس قرآن و سنت بنیان گذاری شده باشه، نه ای که به حساب ادعا باشه. وقتی که قرآن ببینیم و سنت ببینیم و باز در اونجا حقوق ببینیم، اینال در مقابل ازی که مثلا ما اوتی یقین داریم چی پیدا میشه؟ باید شک ایجاد بکنیم. و کسایی که معلومات ندارن از ازدواج رسول الله صلی الله علیه و آله خبر ندارن، زنهای پیغمبر را نمیفهمن، حکم الله را ارزش نمیتن، حکم الله برشان چون کافر است، احکام قرآن برشان ارزش نداره، از این خاطر بر از اونا شبهات بسیار زیاد است و اونا باید شبهه بکنن. یعنی کسی که قرآن نمیفهمه، کسی که به قرآن ایمان نداره و باور نداره، بر از او شبهات زیاد است. اما وقتی ما میایم سر حقوق زن بحث میکنیم در قرآن عظیم شان، وقتی که قرآن عظیم شان رو میبینیم که سبحان الله، سوره را من در قرآن میخوانم که به نام سوره نساء هست. نساء چی معنی؟ یعنی خانم ها. در این باره چی مسائل است؟ کل مسائل درباره مسائل حقوق خانم ها گفته میشه. حتی در عصر جاهلیت کسی 1 روپیه برای خانم میراث نمیداد. 1 روپیه میراث نمیداد. در پالوی ازی که میراث نمیدادن، در پالویی که برای خانم ها میراث نمیدادن، بعضی مردهایی که 20 خانم 30 خانم میگرفت در عصر جاهلیت، باز وقتی که فوت میکرد، باز بچه اندر میتونست که مادر اندرهای خودن به میراث ببره و اونا را مثل برده ها بفروشه. این قانون جاهلیت بود. اسلام آمد این چیزها را منع کرد. بچه را مانع شد که تو نمیتونی مادرت به میراث ببری. زنک از به میراث برده نمیتونه، بلکه این مادر تو هست و نه تنها این تو فروخته نمیتونی، بلکه تو مکلفیت داری که از مال پدرت برای ازی باید میراث بدی. 1 دفعه جاهلا خیستن که این چی میگه؟ برای زن میراث باید بدی؟ زن باید مثل مرد وارد میراث بگیره؟ این چی هست؟ برایش گفتن که این حکم الله هست و قانون شما قانون جاهلیت بود. و به این شکل دوستای عزیز، مثلا اخلاصی که در اونجا شرک وجود نداشته باشه. ما و شما در شرایط کلمه خواندیم که اینال در اخلاص میخواین که شبهات ایجاد بکنه تا انسان به الله مخلص نباشه. شبهه چه قسم است؟ شبهه اخلاص علی قوم چطور میگه، علی باز اگر تو که سیالت این قسم میگه، علی باز سر تو گپ میزنن. این کلش چی هسته؟ به خاطر ازی که قلب تو را از توجه به خالق، از اخلاص به خالق بکشن و او رو به مخلوق بکشن. والا فلانی چطور میگه، والا فلانی چطور میگه، والا فلانی چطور میگه. وقتی که انسان متوجه ازی شد که فلانی اوت میگه و فلانی این قسم میگه و باش که مردم بد نگویه و باش کلگی مرا خوب بگویه و باش من از امو رواج هایی که میفهمم که ضد اسلام است به خاطر مردم او رو باید انجام بدم، اینجا چی شد؟ همین شرط اخلاصی که در مقابل کلمه لا اله الا الله داشت ای از بین رفت. آره در نظر از کی هست؟ مردم، دختر خالیم، بچه خالیم، دختر کاکایم، بچه کاکایم، اودرزادیم، مچه همسایای ما، مثلا سیال ما، مثلا شریک ما، مثلا سبحان الله. تو قلبت به الله تسلیم کردی. وقتی قلبت به الله تسلیم کردی بگذار قلبت به الله باشه. اگر کل مردم بگوین که یک اینطور است ولی الله برگوید که نه، گپ الله را باید قبول بکنی. میبینید شک در اخلاص، صدق در صداقت شک ایجاد میکنن. چه قسم شک ایجاد میکنن؟ که باید بسیاری از احکام الله را تصدیق نکنیم. مسلمان چی عادت داره؟ مسلمان باید مکلفیتش است که هر آیت قرآن باید قبول بکنیم. صدقی نمی هست که باید به هر آیت قرآن وقتی که ما میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، حمد و ثنا و صفت خاص بر رب العالمین هست، الله رب العالمین هست، پس من صادقانه باید این آیت قرآن قبول داشته باشم. وقتی که آیت قرآن در عقیده قبول داشتم، در نماز قبول داشتم، در هدایت قبول داشتم، در مسائل اجتماعی هم باید قبول داشته باشم. اینجا شک ایجاد میکنم که باید بگیم که والا این آیتی تو است. خب وقتی که الله میگه که آنچه که در قرآن از حق است
و آنچه که دیگران میگن باطل است. حالا اگر یک کس باطل از اونا را تایید میکنه، گپای از اونا درست است، پس اینجا برای چی پیدا شد؟ این شرط صدق کلمه لا اله الا الله از وجود ازی برداشته شد و این بسیار خطرناک است. این بسیار خطرناک است. یک انسان آیتی از آیات قرآن تکذیب میکنه، آیتی از آیات قرآن نمیپذیره و باز فکر میکنه والا من خوب مسلمان هستم، من خوب مسلمان هستم. علما میگن که نه، اگر یک شرطی از شرایط کلمه از وجود تو برداشته شد، اینجا باز تو صادق نیستی، اینجا باز تو مؤمن واقعی که مستحق ازی باشی نیست. محبت چی معنی؟ که ما به قرآن عظیم شان محبت داریم، با احکام قرآن ما محبت داریم، با آنچه که قرآن برای ما برنامه داده با کل ازی محبت داریم. اگر من یک مرد مسلمان هستم، اگر ریش من کل بکنم، یک کسی میاد شبه میگه استاد اگر این ریش تو کل بکنی این تو مقبول میشی، که بسیار خوب، بله مقبول میشم به چشمای کافرانه تو. اما اینمی ریش ما که چهره مرا با این ریش الله دوست داره. ما آل چهره که تو دوست داری قبول بکنم یا چهره که الله دوست داره؟ الله دوست داره. آل اگر چهره ما بر تو هر قدر خراب معلوم میشه، برای ما مهم نیست. چهره ما باید به مو شکل باشه که الله مرا دوست داره. اگر یک دختر مسلمان هست، یک کسی میگه برش میگه که اگر تو رویت بپوشانی باز مردم تو میگی که الله خوشحال میشه. ما اینو به خاطر رضایت الله کردیم، با اون که مردم هر چیز میگن. اینجا هست که ثابت میکنی که با حکم الله، با شاعر الله محبت داری. ما باید با هر شاعره از شاعر الله، با قرآن محبت داشته باشیم، با سنت محبت داشته باشیم، با پیغمبر محبت داشته باشیم، با صحابه پیغمبر داشته باشیم، با کعبه محبت داشته باشیم، با حجاب محبت داشته باشیم، با نماز روزه محبت داشته باشیم. و دیگه شرط کلمه ما شما خوانده بودیم که تسلیمی هست. تسلیمی که باز ترک نکنی. حالا وقتی که مثلا ما با اختیار خود والا این چیز دل من نمیخواد، این چیز قوم من نمیخواد، این چیز همسایه من نمیخواد، پس اینجا انقیاد و تسلیمی به حکم الله چه شد؟ پس شک انداخته شد در تسلیمی. والا من این قبول دارم، خب این حکم الله را قبول دارم، این حکم الله را، پس تو تسلیم به حکم الله نشدی. و یسلم تسلیما باید 100% باید باشه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه گفته، یعنی مکمل داخل شوید. این قسمی نه که بنی اسرائیل واره یهودیا واره والا اینی مسائلش برام آسان است، این قبول دارم، اینی برام سختی میکنه، مخالف رواج ماست و در اینجا عنعنات است، تقاضای نفسی میکنه، این شبهات ایجاد میکنه. پس اینی چیز شرط هفتم قبولی بود که مثلا باید او تو قبول داشته باشی که چیز از احکام الله را رد نکنی. حالا وقتی که یک نفر یک حکم از احکام الله را رد کرد، این شبهه در چی پیدا شد؟ در قبولی پیدا شد. و هشتمیش علمای اسلام میگن که هشتمی شرط از شرایط کلمه لا اله الا الله اعمو کفر به طاغوت است. کفر به طاغوت چی معنی؟ یعنی هر قانون طغیانگری که ضد شریعت الله طغیان میکنه، گاهی به شکل معبود می باشه، گاهی به شکل قانونگذار می باشه، قانون می سازه، و گاهی هم به اشکال دیگه هست که باز ما و شما در یک درس اگه خواستیم درباره طاغوت مفصلا، یک بحث بسیار بزرگ است، یک موضوع اعتقادی بسیار مهم است که باید با سرش مفصلا باید بحث شود و دوستا این موضوع را درک بکنن. خلاصه ای است که دوستای عزیز، دشمنای اسلام از طریق شبهات و شهوات میخواهند که ایمان ما را از بین ببره و شرایط کلمه لا اله الا الله را از وجود ما دور بکنن و به این سبب ما را از رحمت الله محروم بسازند. و انسان هوشیار و فهمیدن کسی هست که چی کنه؟ خود از این شبهات حفظ بکنه و اندیشه و فکر خود از این دور بسازه و این شرایط کلمه را در دیوار دروازه خانه خود که دیوار اینجا نصب بکنه و ببینه که خود محاسبه بکنه که آیا این شرایط در وجود من هست؟ اگر هست، من انشاءالله مستحق سعادت دنیا و آخرت هستم، و اگر کدام تاش نیست، کوشش بکنه که دوباره خود اصلاح بکنه و رجوع بکنه و توبه بکنه و به بارگاه الله از آنچه که از پیش اشتباه شده مغفرت بخواه تا ای که سعادت دنیا و آخرت نصیب شود. و السلام علیکم و رحمت الله.